اخیراً توی دنیای فیلم و سریال هایی مثل اسکوید گیم و مانی هایست که اسم اصلیش لاکازا د پاپل هست خیلی مورد استقبال عموم قرار گرفتن. تو سریال اسکوید گیم ما داریم این رو میبینیم که نظام سرمایه‌داری رو نقض میکنن. به شرکت کننده ها اجازه میدن که حق انتخاب داشته باشن، اما اگر از قوانین تخطی کنن جزای این کار رو باید با جونشون بپردازن. و نکته جالب اینه که این سریال از یه پلتفرم نظام سرمایه‌داری که متعلق به امریکا هست، پلتفرم نتفلیکس پخش میشه. حالا شما بگید آیا نظام‌های سرمایه‌داری حامی مردم هستن یا سوسیالیستی؟